هر سال من 2 بار لیچینه میگیرم، عصب نروی عصب من لیچینه میگیرم که عصبم آرام شود. پس از 13 سالی زناشویی سیاره در دوراهم مانده است. میگوید دیگر طاقت تحقیر و دشنام شوهرش را ندارد و در فکر جدا شدن است. هرچند با 4 فرزند گرفتن این تصمیم هم برایش آسان نیست. خودش هم ای کار آمده برای یک بهانه روی میکند، حقارت میکند، جنگ میکند. پدر مادر من مثال دشنامه بیزید میکنه، فرزندم اهمیت ندیم نمیشود تا چند سخت میرسد سخنهای خبیر. شوهرش در یکی از بازارهای شهر عرابه میکشد. سیاره هم برای پیشبرد زندگی در بیمارخانه کار میکند. اما شوهر ضد کار کردن اوست. میگوید هرچند مشت و لگد نمیخورد اما زیر فشار روانی قرار دارد و از این همه خسته شده است. برای مشورت و کمک وی به کمیته کار با زنان و عائله آمده است. با او گفتند برای جداشوی شتاب نکند. را فکر دقت کن، اندیشه کن، بسیار خلاصه تبرار. مثل این زن در 2 ماه اخیر به اتاق باوری کمیته کار با زنان و عائله تاجیکستان تقریبا 250 نفر مراجعت کردند. این اتاق با تلفن باوری در دایره برنامه پیشگیری زورآوری در عائله تشکیل شده است. کمیته با ارسال پیامک به تلفن ساکنان از آنها دعوت کرد که در حالت دچار شدن به خشونت و زورآوری به رقم 221 40 تماس گیرند. یک هدف ارسال رقم باوری به تلفن ها پیشگیری از پیامدهای فاجعه بار زورآوری در خانواده هاست. در حالت وزنین ترین یعنی مراجعت کرده میتواند، یاری پرسیده میتواند، زیرا که این تلفن امروزه ما همه وقت در تماس است. برای شهروندان میتونن در همون وقتی که یک نیزوی اویلوی چی شد برای پیشگیری و کردن، میدونید که خودش از یک نیزوی خردترک یک نیزوی کلان برمیخیزد، خیلی که میگن که از یک شراره علنگه برمیخیزد. وقتی که منمیخر رقم های تلفنی دسترس هستند، من فکر میکنم که همیشه حادثه ها هم کم میشوند. با گفته این مسئول کاری آنها فقط از صحبت و مشورت عبارت نبوده، در حالت ضروری بعد قبول زنگ نمایندگان دیگر مقامات از جمله ناظران منطقوی به حل مشکل جلب خواهند شد. وقتی که مراجعت میکند از روی مراجعت، از روی عامل، از روی مسئله کاربری کرده می شود. وقتی که مسئله بزرگ است و به یاری احتیاج دارد، ما همون شخصیت های روانه می سازیم که به همون کار چکار دخالت کرده می تواند، یعنی پیشگیری کرده می تواند. ارسال رقم باوری به تلفن های ساکنان در حال است که موضوع زورآوری و آزار لفظی در عائله های تاجیکستان همان داغ باقی میماند و پیوسته رسانه‌ای شدن خبرها درباره لط و کوب یا کشتار زنان با دست همسرانشان و یا برعکس این مسئله را باز هم جدی‌تر کرده است. اما طور بعضی از جبردیده ها میگویند نه همیشه در حالت ضروری و مراجعت از سوی کمیته یا سازمان های کار با زنان حمایت می‌یابند. بعضی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی میگویند به در رقم باوری کمیته سری وقت پاسخ دادن نمی شود. زلیخا عثمانووا کارشناس مسائل گندری میگوید تلاش دعوت ساکنان برای مراجعت هنگام زورآوری خوب است اما چندان نتیجه آور نیست. من فکر میکنم که این اقدام کمیته کار با زنان و عائله تو یک اندازه میتواند کمک دهد در این کار، لیکن یکمش این که نه همه آدما و زنها مخصوصا میتوانند باور کرده زنگ زنند، یکمش، و دیگرش این که اونجا وای دارد، لیمیت دارد، یعنی وقتش معین است، از مثلا از ساعت 8 تا 5 یا 6 بیگاه میتوانند چی کنند. لیکن اکثر خشونت، اکثر وای در بیگاه چی میشود روح میدهد. برای من نمیدونم این کمتر چی است، ناقلای است برای مردم. کارمندان کمیته زنان میگویند در آینده رقم باوری برای جبردیده‌های خشونت 24 ساعت فعال خواهد بود. اما سازمان ملل در یک گزارشش به آن تاکید کرده بود که تقریباً 75% زنان جبردیده برای کمک مراجعت یا صدا بلند نمی کنند.
کارشناسان هم میگویند با این اندیشه که گپ خانه نباید به بیرون برآورده شود، مردم و مخصوصا زنان از شکایت خودداری میکنند. به گفته جامعه شناس زلیخا عثمانова این اندیشه باید تغییر داده شود و ضرور است که تمام جامعه دست به کار شود و با جلب روحانیان و تهیه نوارهای مخصوص به مردم رسانیده شود که خشونت و زورآوری منع است.